زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگه دار مادرم، من ببینم درد و غم لک نبیند مادرم. السلام علیکم بیننده های عزیز ما، السلام علیکم نفرانی که طریق آینه نیروگین همراهی ما هستند. ما امروز آمده ایم و فدیه ششلیک برای تبریک کردن مادر مهربان مهرنیسا خاله که امروز جشن مولود خود را در عهده دوستان و نزدیکان برگزار کرده ایستاده. ما آن لحظه خرسندی را نیز پیشکش شما میکنیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم. سلامی که دلم را با نور پیوستی، سلامی که زندگی از تجلد زیباست، سلامی که سکوت سکوتی کوكب هاست، سلامی که نواید نوایی باران هاست. السلام علیکم پدرجان های عزیز، السلام علیکم مادرانی که چشمه مهر و محبت هستند، مادران غمخوار و مونیس، مادران زیبای ما. برای امروز ما فهمیدیم که در این طرفخانه زیبا یک روزی خرسندی، یک روزی قشنگ، یک روزی فرخنده و تاریخی، زادروزی کهنسال، فرشته خاندان، دعاگوی نبیره و فرزندان عزیز، زادروزی مهرنیسا خاله عزیز برگزار شده ایستاده است. اگر بیمالان باشند، اگر بعد از ما تکلیف میکنیم السلام علیکم گفتم. مرحبا. السلام علیکم آنا جانی عزیز، امروز زادروزتان بوده است. فهمیدیم کافتا از خودی همه آهلیک زمین آمدیم شما تبریک کنیم. امروز گفتن که خاندان مایا فرشتهشان، خاندان مایا آفتابشان، خاندان مایا گرمی و روشنیشان زادروز دارند. امروز مهرنیسانه جشن مولود خودشان را دارند. ما شما را تبریک گویی آمدیم از نام تمام فرزندان، از نام کلین پاشاتان فرخندایتی، از نام فرزند اصیلتان محمد یکه، از نام نبیره ها معروفکه، مونیس جان، قهرمان، اصلبانو و از نام جگرگوشتان که در اسرائیل هستند فرنگیزایتی شما را تبریک میگوییم. گفتند که برای مادر عروسی ما رحمت گویید که بجای ما نیز عهده وظیفه پدر مادری را کرده، فرزندای ما را نیک و خوب پوشانده خوراندن، با تربیت های نیکشان به وای رساندن تا هستی حیات. ما برای مادرجان عزیزمان رحمت میگوییم، تا هستی حیات خدمتشان میکنیم. هیچ وقت میخواهیم که کسل نشوند، خسته نباشند، دم پیری و دولت پیری را دیده در سر ما ساق سلامت گردند. از نام کلین پاشاتان فرخندایتی گفتند که علمی گفتنی های ما از نام من رسانید که من کمی شرم میدارم، از نام من برای مادر عروسم رسانید. السلام علیکم به همه خویشاوندان. من مادر عروسم را با این روز مولودشان، با زادروزشان تبریک گفته و مادر جان صحت سلامتی عمری بردوام میطلبم. من با همراهی شوهرم چندین سالها باز به شهر خارجه بودیم. مادر عروسم و پدر عروسم فرزندان خردسالی مرا نگاهبینی خوب کردند و تا همین 19 سال باز 4 فرزندان مایان را تازه پوشانیده، خورانیده و دعاهای نیک خودشان را گفته کلام کرده ایستادند. من عذر میپرسم که در همین پیریشان هم نبیرفای کردم. از خداوند و این کس عمر دراز صحت سلامتی میپرسم در سر من باشد. و گفتند که از نام ما رسانه دلم خواهد روم بر کوی مادر، وجودم پر شود از بوی مادر. تمامی روی دنیا را بدیدم، ندیدم روی خوش جز روی مادر. امروز محمد یکه گفتند که من ما چندین سالها باز در خارجه و در دورای مسافری میگردیم، تمامی روی دنیا را دیدیم، تمامی چیزهای قیمتبها را دیدیم و بوی جنتی مادر برابر نمیشده است. من فخر میکنم که این خیل مادر دارم، در سرم دعا میگویم در کدام جانب دنیا باشیم هم ما از دعاهای نیکشان فقط سرفرازی خرسندی دل ما تیج از فرزندان ما که در سر ما این خیل مادر ما هستند. می ارزند مادری من غمخوار هستند، مادری من مادری مهربان و دعاگوی هستند و برای مادرم باید که مانند همان کوههای بلند سربلند باشد، هیچ وقت سرشان خم نگردد. با دو چشم خیره‌بین نوری کوهستان مادرم،
شعله از آتش پرستان مادرم. موج موی‌های سفیدت از سفیدی دل است، با همه پژمردگی سامان برستان مادرم. روز و شب خوابت نمی آید ز سوزش‌های دل، در غم من کوچه خندان خانه گریان مادرم. بنگری هر بار بر گوهره خالی من، یاد آری از من و رزقی پریشان مادرم. از زمین لرزه ستونی خانه‌ات ترکیده است، ای ستونی روزگاری نابسامان مادرم. مادری عزیز یک تا شوخی کرده اما مادری ما پرسید کنی امروز چند ساله شدن، حالا دیلشان جوان لیکن یعنی پرسید کنی چند ساله شدن امروز، فقط راستش میگیم فهمیدیم که آخری 0 با 5 بوده است سرش لیکن اخاطر ما برام چند ساله شدیم امروز 75 نه یا 25 ساله گفتن ما با فرزندان نمی همچنین حالی جوانه خدا خواهد 120 ساله میشه ما انمی نبیرابا سر شده ابیرابا کیلین آورده در تگی چمیلی در آمده دعا میگوییم آنها را. امروز روزی خرسندی است، ما در اینجا یک تحفه ها را آماده کرده بودیم. البته مهمانان عزیز همه ما اگر ترسک زنیم اگر امروز تکلیف میکنیم تحفه های ارزنده و زیبنده را آنها آوردن. مرحبا مبارک باشد. زادروز مبارک. اینجا اختیر نشود. مولود خجسته رو مبارک باد میبینیم. نیت میکنیم که نیت کرده انمی شمهای خاموش میکنیم بعد میبریم 120 دلار شده که تو با انمی قطر نبیره ها آماده شما باز تبریک کنن و ما آماده شما حاجیانه گفتن جایزه نصیب کنن. مرحمت کارت ها تیار باشد یک تا شما خاموش میکنیم بعد نیت کرده میبریم. کنی کارت بیارید کنی. مرحمت بشه شما
خانجانی عزیز، خانجانی مهربان و دعاگوی، هیچ وقت پیر نشوید. مانند همون زادگاهتان که آخری بوده است، مانند همین خلاهای بلند آخری سربلندی را می‌خواهیم. مانند خلاهای سربلند سمرقند همیشه سربلند باشد و دعاگوی باشد. هیچ وقت پیر نشوید. ما از وقتی پاندمی را فهمیدیم که برای انسانیت از همه مهمش سلامتی بوده است. ما برای شما فقط می‌خواهیم صحت سلامتی را، عمر دراز را، کیفیت خوش‌چفچفی حیوانات را، عمر درازی سعدیانه را تمنا می‌کنیم، آرزو می‌کنیم. پیر نشوید و آرزو اینجا به نبیره‌ها می‌بینیم که در چهره نبیره‌ها جوانی خود را می‌بینیم در دخترشان. از آنها شما تبریک می‌کنند در روز خرسندی‌تان. Good evening, dear ladies and gentlemen. Today we are grandmother birthday anniversary. Now I want to always healthy and happy. My God bring her all the best. Дорогая моя любимая, самая добрая, самая чуткая, самая мудрая и самая лучшая бабуля, я поздравляю тебя, желаю тебе огромного здоровья, чтобы ты никогда не думала о давлении, старении и неправильном сердцебиении, а жила счастливой и активной жизнью. Радовалась всему, чтобы тебя окружали, радовали нас своими сердечными теплотой и добротой. С днем рождения! مرحبا تبریک میکردگی و باشن اگر ما میشنویم موسیقی که تبریک نمیکنی یا نشون میستده مرحبا السلام علیکم مهمونان عزیز خوش آمدید و روزی زود روزی خونه بخورم صحت سلامتی عمر دراز همه سخ سلامت همین بگردم mening onam bir daraxt jannat bo'yidagi taxt bu ikkinchi dunyoga onam omad onam baxt alloh sog' bo'lsin rahmat salomat boshan suxanhoyi tabrikoti bosad boz meshunavim marhamat yato'y neng bosad meshunavim marhamat Assalomu alaykum mehmonlar xush omadedton nuri dida to'kisa umringiz bemuvojjonoma deraziz va maqsadi qayfadarimdan ilohim hamvaqt sari mo'mi sog' salomat gardan nevara qili nevara domotashon ilohim mo'l shatu girdo atrofi fasona evaro bozikada karda evaroyam teshi xudashon tagichimlik badaruran ilohim hamvaqt sog' salomat garde bemuvojjon sari mohomba rahmat salomat boshan Mehribonxona imroz insoni از همه بایی بودید که با یک تشکیلی این بسم زیبا را تشکیل کردند. نبیره‌های عزیز گفتند که آن مادرجان ما آن آنجان ما برای ما گوهر نایاب هستند. انسانی از همه قیمت‌بها هستند. تاج طلایی را در سر می‌کنیم آنجان را در سر برداشته می‌گردیم ما فخر می‌کنیم که سلاله این خیل آنجان هستیم. برای دعاهای نیکشان برای هر آن چیزی که هست برای آنجان ما رحمت می‌گوییم. گفتم از زمین نبیره‌ها شما را تبریک می‌گوییم. حاضر سرود شیخ را تیار کردگی همراهی شمایان همراهی زن‌های زیبای سمرقند در اینجا شروع کردن می‌رقصیم خرسندی می‌کنیم. بعد می‌بریم رو دوام می‌دهیم. زادروزتان مبارک باشد می‌گوییم. مرحبا
رحمت سلامت باشم. مهریس خاله امروز روزی خورسندی بود برابر بودستم. بعد از یک روزی دو روزی باز زادروز بوده است در خاندان. زادروزی دختری نازنین تا مولود دایتیه اما جانی خاندان گفتن که آزادا بانو برکت اما جان من تبریک گویم. گفتم با چی سبب حالی اشتی مرد به یک ماه دیگر است؟ نه بعد از زادروزی اما جان ما زادروزی نیست اما ما هستم. حاضر ما میخوایم یک تبریک کنیم. امروز روزی خورسندی است. بعد از گفتم بل من از نوازات تبریک میکنیم. کنی خودشان یا شما استیم کنیم. مرحمت مرحمت اما میبینم گذاشتگی دین رجدین تو تبریک کردم. اینو این ساعت بداره چی لطمون نیاتا تو مشکل همیشه برسه. رحمت سلامت باشم. البته گذشته بودستن زادروزشان البته تبریک میکنیم. اگر از اونی که یعنی خودش میخواه شما هم تبریک میکنیم. نیت میکنیم که مانند همین مهرینسانه یک زن عاقله پیر شوید و صاحب یک علمی نکو گشته یا مرد شوند یا معلم شوند یک کسب نغز از بودش برای نامبردار همین ها شوند. امروز روزی خورسندی است. نام گفتن امانت مهرینس خاله شما هم بار دیگر تبریک میگیم در این روزی خورسندی در این روزی زادروزتان صمیمانه تبریک میگیم. در هفته میستیم از اینجا حاضر همراهی نزدیکان و نبیره ها و فرزندان برای زرورکانی تاریخ یکتگی رسم میگیریم. مرحمت پیرها گردی جهانی زندگی گردیدند، گرم و سرد و نیک و بد را بارها سنجیدند. عزیزان دل و دیده بیننده های عزیز، هر کجای دنیا که هستید خود را نگه دارید، هر کجای دنیا که باشید خود را احتیاط کنید. ما در این خیل بزم‌های زیبای شما همراهی شبکه شهنا در این خیل بزم‌های زیبا را پیشکش شما میکنیم. البته تشکر میگویم که با ما هستید. برای شما خاطر رسان میکنیم در این خیل روزهای خرسندی خوشبختی با چنین پوزیتیو با چنین صفت اعلای نواربرداری در خاندان شما مهمان میشویم. یک جهان آن سورپرایز ها رو در خاندان شما مهمان شده همراه خود میبریم. البته با ما باشه، با شبکه شهنا. سلامت باشید.
ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه تو باور میکنی